به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیننده‌هایی از شبکه جهانی را تلویزیون برلیک با خبرهای ورزشی این ساعت خوش آمدید. چهارمین دوره باتراندود منتخب کابل امروز آغاز گردید. در این دوره از مسابقات که از ابدکلب شهر کابل 170 ورزشکار اشتراک ورزیده بود، با انتخاب 30 چهره برتر خاتمه یافت. مسئولان ورزش باتراندود این ورزش را ورزش افغانی خوانده و برای معرفی این ورزش تلاش خواهد کرد. به خاطر رشد ورزش باتراندود که یک ورزش افغانی به خاطر این مسابقه را دایر کردیم که رشد باتراندود رشد زیادتر شود. و ورزشکاران این ورزش از فدراسیون خواهان آماده سازی مکان تمرین برای آماده شدن در تیم ملی هستند. خواست ما از فدراسیونی است که باید برای ما زمینه بیشتر مصاحب بسازه، ما بتونیم مدال‌های خارجی و کشور خود کسب کنیم و همچنان بتوانیم یک نام وطن خود در سطح خارج بلند کنیم و نشان بدیم که افغانان یک چیز هست. توقف نیجریه مقابل یونان در شب پیروزی بوسنی و هرزگوین در دیدار دوستانه موفق شد. مکزیک را با نتیجه 1-0 شکست داد. نیجریه دیگر تیم همگروه ایران نیز برابر یونان با نتیجه بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت. بوسنی و هرزگوین یکی از همگروهان ایران در جام جهانی بامداد دیروز موفق شد با 1 گل مکزیک را شکست دهد تا نشان دهد از سطح آمادگی بالای برخوردار است. برزیل میزبان جام جهانی نیز زده دیدار دوستانه موفق شد با نتیجه پرگل 4-0 پاناما را شکست دهد تا برزیل صاحب یک پیروزی روحیه بخش شود. نتیجه دیگر همگروه ایران نیز که در بازی قبلی خود برابر اسکاتلند به تساوی 2-2 رسیده بود، این بار برابر یونان با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد. فابریگاس در یک قدمی چلسی. روزنامه الماندو دپورتیو از پیوستن سسک فابریگاس به چلسی قبل از جام جهانی 2014 خبر داد. فرانک لامپارد هافبک با سابقه چلسی پس از 13 فصل این تیم را ترک کرد تا مسئولان باشگاه لندنی به دنبال جذب جانشین مطمئن برای او باشد. روزنامه الماندو دپورتیو گزارش داد فابریگاس که در حال حاضر در لندن به سر میبرد با مسئولان باشگاه چلسی مذاکره داشته و توانسته به توافقات اولیه دست یابد. این روزنامه اعلام کرد قرارداد فابریگاس با چلسی پیش از جام جهانی امضا شود. فابریگاس پیش از حضور در بارسلونا چند فصل در تیم آرسنال بازی کرد. او از تیم‌های منچستر سیتی، آرسنال، چلسی و لیورپول برای فصل آینده پیشنهاد داشته است. فابریگاس فصل گذشته 2 بار پیشنهاد پیوستن به منچستر یونایتد را رد کرده بود. کورتوا با چلسی باز می‌گردد. دروازه‌بان فصل پیشین اتلتیکو مادرید پس از پایان قرارداد قرضی‌اش با چلسی باز می‌گردد. اتلتیکو مادرید باید با این موضوع که ممکن است از فصل آینده تیبائوت کورتوا را در ترکیب نداشته باشد کنار بیاید. با نقد از فارسین دروازه‌بان بلژیکی که عضو باشگاه چلسی است، چند فصل است که با باشگاه قرضی در ترکیب اتلتیکو مادرید به میدان می رود. پیش از پایان فصل بود که خوزه مورینیو اعلام کرد 2 سال بعد قرارداد قرضی کورتوا پایان داده و وی را پس از پایان جام جهانی به استنفورد بریج بازگرداند. رویس مرد سال فوتبال آلمان شد. بازیکنی که همکنون در اردوی تیم ملی آلمان برای حضور در جام جهانی است، مرد سال فوتبال ژرمن‌ها شد. مارکو رویس در رایگیری همکارانش در لیگ ژرمن‌ها صاحب بیشترین رای و برای این منظور برگزیده شد. با نقل از فارس در رایگیری که اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای آلمان انجام دادند، ستاره دورتموند 28.6% آرا را به خود اختصاص داد. در این گزینش روبرتو لواندوفسکی مهاجم ملی پوش لهستانی دورتموند که از فصل آینده پیراهن بایر مونیخ را به تن می‌کند 20.3% کسب کرد و دوم شد. رتبه سوم نیز به آریان روبن مهاجم هلندی بایر مونیخ رسید که 10.1% کسب کرده است. این روی خبرهای ورزشی که تقدیمتان شد. تا خبرهای بعد، الا نگهدار.